انا لله انا الیه راجعون. من جان ناقابلی دارم. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران حضرت امام خامنه ای به ملکوت اعلی پیوست. به قصاص خون امام شهیدمان برخاسته ایم. تقول لله متن و فرادا. این قیام برکت دارد. کدام نیرویی میتواند این مردم را از صحنه خارج کند؟ این جمهوری قائم به اشخاص نیست، قائم به مردم است. ممکن است خامنه ای و خامنه ای ها نباشند، اما این جمهوری هست، زیرا این مردم هستند. خوش به حالتون که بنده رو میبینید و دوست دارید. من شما رو نمیبینم اما دوستتون دارم. شما رو دوست داریم، براتون دعا میکنیم. حالا چه مردم بدونن چه مردم، من تک تک مردم رو دوست میدارم. حضرت آقا بسیار تأکید داشتن که همه نماز رو بخوانند. اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وانت اعلم به منا. اللهم احشره مع من كان يتولاه. و من به عنوان آخرین جمله و آخرین کلمه به شما عرض میکنم ما در این میدان ها خسته نخواهیم شد. اگر جانمان را هم در این راه بدهید یقینا این تلاش را متوقف نکنید. صل على علي بن مسرد المرتضى الامام التقي النقي. خب وقت تمام شد. من از همه ملت ایران تشکر میکنم. درود فراوان خودم رو برای یکایک اون کسانی که در این اجتماع عظیم میلیونی کشوری حضور داشتن تقدیم میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.